سلاف جواره، هم بخیراتم. از به پورتری کنو پیشبرویم. از ایروژی پورتری عالم کردان و جوان و سترناس کرد احمد خوانی خیز بگم و بحث جیانایی بگم. احمد خوانی در سال 1651 دا لباجار جلومرگ گند خوانی هاتیه دنیایه. جیان احمد خوانی دناف پروردهی در باس بویه. احمد خوانی پرورده خواه پیشین قرآن و فقه لجم باوی خواه دگره. پشت خواندن لجم باوی خواه دچه د مدرسه بیتلیس و خلاتی دخوینه. خواندن خواه لبادا شام حالب و د مدرسه ایرانی دا جه پیشوده خواه. د مدرسه ایرانی دا هین فلسفه اسلام، استرونومی و فیلولوژی دبه. د مدرسه سوریه دا جه هین فلسفه یونانی دبه. احمد خوانی پشت دمکی دچه باجار مکه و حج خواه دکه. جویشون دا دچه مصر جی دیگره و دزوره بازی ده. احمد خوانی بخوا دبن باندورا فیلوزوفین وکی آریستوتالس، فارابی، ملای جزیره، فقیه تایران و گلک فیلوزوفین دن دادمینه و بفکر و رمانی خواه و ریل پیشیا فیلوزوفین دو خواه وکریه. احمد خوانی دا دیروکا کرد کردستان دا بناو دنگه. درباره پیشوچورا چاند، هنر، ویژه و زمان کردی دا جیوی جدا و پرگرینگه. احمد خوانی تو 14 سال یا خود دست به نویساندن دیگه پیرانی پیرتوکین خواه به کردی به زاراوای کرمانجی نویساندنه. احمد خوانی به تایبتی جبو که زاروکین کرده باش دین و زمان خواهیم ببن پیرتوکه که به ناوه نو بهارا بچوکان بنویسه و نیو پیرتوکه جه دیگه فرهنگا کردی و عربی. و اف فرهنگا ویده دیروکا کردان دا بویه فرهنگا هری پیشین و به 100 سالان و دو مدرسه کردستان ده هاتی خواندن. احمد خوانی تاوی کردی 4 زمان دنجد زانی بو او ترکی، عربی و فارسی بو. احمد خوانی جبونا پرورده یا زاروکن کردان مدرسه جوکری و لور درس دای خواندوانان. دو مدرسه احمد خوانی دا درسین اولی، فقه، حدیث و درسین زانست ینوکی فلسفه، دیروک، ویژه، اردنگاری و استرونومی دهاتن داین. لبه گمان برهموی هری سرکه جی مموزینه که به بیتی هاتیه نویساندن. احمد خوانی در سال 1770 دا لبازی دیده چه بر رحمه خوده و ترباوی جی لبازی دیگه. ده همان دمه دا احمد خوانی نتاو پروره که کرد بو و خواسته که یکیتیا کردان چه ببه. اختلافین دنابا کردان دا جبوی پرسکریکه که مازم بویه. جبر هنده یک و وی ده هلبستن خود هر تن قالا یکیتیا کردان کریه و لسر مجار پرسکریکه پارچبون جواک و اردنگاری کردستانی سکنیه. برهموی منظوم مموزین وک سرتاج ویژه کردی کلاسیک تی پیجراندن او جبو گل کرد بویه چافکانی که نتوی گرام بوها. احمد خوانی جبو آفراندن ناسنامه نتوی جبو بلند کردن علای یکیتی و آزادی کردن او برهم نویسیه. هر چند او دستان چیروکه که اوینی بجی خوزان معزن خواستی برای اوی چیروکه فکر و رمانین خواه داخواز و پیشنیازین خواه پیشکش گل خواه بکه. بله قاسی کج دستی مهات من بسا جیان احمد خوانی کر و نه مجش خواه هیدی خلاص تبه هیوی دکم کو ویدیو لگور دلوه چه بویه هکه و عجب آنده اون کان شروع بین خواه دبنی ویسنن انجی و نه با عجبینن و جبیر نکن قانون لامرا ببن آبونه